دوستان خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. من به نزدیکی ماه مبارکی رمضان همه اهل عائله و همه مردمی تاجیکستان را به ماه مبارک شریفی رمضان مبارکباد میگم. امروز خواستم کمتر زگتافکا کنیم برای ماه رمضان. بسیار خواهش شد که از نوبت از اوکراپ سر کنیم، یعنی اوکراپ باید چخیل زمرازیت کنیم در مرزیلنی. بسیارا گفتن اینی ما سیاه میشد، یعنی همش میچسب و یک دگریش به خشورا دانه دانه نمیستد، یعنی جدا جدا. برای همین طرز ترکنیش نشان دید، گفتن چخیل زمرازیت کنیشه و نخود، یعنی نخود هم طرزی چخیل زمرازیت کرده تیار برای، یعنی تیار کرده میمانیم پاکت کرده چخیل در وقتی خیلی شوربا شوله استفاده بریم مستاوا. من گرفتم اینجا به 800 گرم نخود، کمتر 1 کیلو بود البته کمترش استفاده بردم. 800 گرم با این نخود و یک بنچه بندی کلان اوکراپ. از من خوشرو میشویم. من یک تا پدنوس گرفتم، خوشرو سالفیتکا کردم. میتونید دیگه سچاقچی پختگین، یعنی بولیم این چیکار کنم پدنوسمو با اندازید. من اوکراپ خوشرو ششتم. ما اوکراپ اول تونوک میکنیم. باید ما تونوک کنیم اوکراپمو. برای چی؟ ما اوکراپ تونوک میکنیم، باید اوکراپ ما خشک شود. من همین طور تونوک کنیم. مشتگی ها ما باید خشک شود. ما اگر ما بخوای برای استفاده بردن اوکراپ میشویم مایده کرد استفاده برده میگیریم. برای زمرازیت کردن این خیلی نیه. برای زمرازیت کردن اول 6 بار تونوک میکنیم، آبش کمتر خشک شود، بعد ریزه میکنیم. اگر ما حاضر همین تر مایده کرده یعنی مرزینیک بمانیم، همین سبب آباش یعنی اوکراپ ما سیاه شده، یک گرشم میچسبد، یخ میکند، یک گرشم میچسبد. وقتی استفاده برسگینده اینا ما جدا کردن نمیتونیم. الکای یخ کرگی الکای بیزیب میشد. برای همین اوکراپ ما نمیخواد خوش رو تونو میکنیم. در مدت خیلی 1 ساعت میستاد، آباش کمتر خوش شود، بعد ریزه میکنیم. من همین طور نخود میگیریم. میگم کاسترولای سرپوشدار با من گرفتیم. ما اکنون این بعد 2 قاشق کلان ساده همراه میکنیم. ما 2 قاشق کلان ساده همراه میکنیم. برای چی ساده؟ برای خیلی نخودای ورم خوشرو ورم میکنند. به ما ساده همراه میکنیم. من 2 قاشق کلان ساده همراه کردیم. اکو آب همراه میکنیم. چخیل آب ما سخت گرم نباشد، آب ما شیر گرم باشد. همین نخودامای پشتنش ما آب میریزیم. راست گپ همه هر خیل تیار میکنن. من خیلی اصول تیار کنی خودم پیشکش کردم. من همین طرف تیار میکنم. یعنی من آب ریختیم، ما سرپوشش پشت مونده 2-3 ساعت نگاه می‌داریم. اگر 2-3 ساعت نگاه داریم نخودی ما ورم میکند. من 2-3 ساعت نگاه می‌داریم بالاشو پشت. نگاه کنید اوکراپ ما الکای آبش خوش شد. من سالفیتکا آبش گرفت. خیلی سچاقچه پختگی نمیدونیم که آبا میچیند. ما کنه خوش رو ریزه میکنیم اوکراپ ما. اوکراپ ما مایده میکنیم. همین داریم که اوکراپ مایده کنی چی خیلی اول کمتر سرش مایده میکنیم. اوکراپ مایده کردم. نگاه کنید 1 کاسه شد. ما کنه مرزیلنیک بمیمانیم یخ کند، یعنی شخ شود. ما اینو بعد اگه خیلی کانتینیچای سرپوشدار با گرفته میمانیم. به حد خیلی اکونومیچنی، یعنی من بوریته تیار کرد ریز کردم مانیم. ما با چقدر بحث میکنه که وقتی که افقاتی سیوخ کردیم ما با علاقه اوکراپ ما تیار با اوکراپ که چقدر خوراک با لذت و خوشنمود میشد. من همین طور روزیر اینا نگاه می‌داریم. مرزیلنیک من اوکراپمو زمرازیت شد و من نخودمو دم گرفت. نگاه کنید همین طور میشد. ما اینا همه آبش پرتافته اینا پاکت نمیکنیم. برای چی؟ برای اینکه اگر همه آبش ما پرتافته پاکت کنیم این تماما نخود خورده نمیشد. از سبکی ساده کرگی یعنی تلخ میبیاد. ما اینا 4-5 مرتبه آب خنک خوش رو میشوییم نخودمو اول. من اوکراپمو نگاه کنید زمرازیت شد چقدر دانه دانه منه. یگان قطعه یک دریش چسبیدگی نیه. همین سویژی میستاد، یعنی نمیتونم من تگشم اگر چسبیدگی باشد میبینید توده کنیم من علاقه همش جدا میشد. همین سببی خشکاره ما این ریزه کرده خالدینیک و نگاه داشتنم، یعنی مرزینیک و اما اوکراپمو من میخیل مثل سویژی میست. ما این که گان کانتیننجای سرپوشدار با گرفته مرزینیک و نگاه داریم که لازم شود. من قاشق میگیریم. من همین طور آسانکه روهای خوراکامو با میپوشیم. همین ویدیویی که من استفاده میبرم یعنی همین خوراکای تیار میکنم. من فقط همین اوکراپ استفاده میکنم. باشه سویژی استفاده نبردم، یعنی همین زمرازیت کرگی. من دوتا کانتیننجای سرپوشدار با گرفتم. یعنی
همینه کمو مرزینیگ بمیمونیم میستد چقدر که خواهیم راستی میستد انا این طور میستد به ملال گرفته ما استفاده میبریم من نخوتی مویم تیار شد من 4-5 مراتبه شستم نه دوشلاک بگرفتم که آباش فراد من نگاه کنید چه شروع تیار شد نخوتم دانه این علاقه پختم با تیار یعنی ما اینا حاضر پکیج میکنیم پکیج بگرفته مرزینیک نمیمونه وقتی که ما خیلی سیاه افقام میکنیم شوربا خیلی شلوغ وقتی که آبش میریزیم ما خیلی چقدر خواهیم میاندازیم همین نخوتم اگر که آشپا در کار باشد ما زیر پکش به هم اندازید میشد نخواهید که خیلی زیر بگ و نخود کنید گرفته خیلی جوشانیده همراه کنید میشد این علاقه تیار ما اگر نخود تاخیر مانیم باید 4-5 ساعت خیلی نگاه کرده استیم که خیلی ورم کند برای همین تیار این ماهی رمضان با انشالله همیشه پکیج میکنیم من خیلی نمود پکیج های رولانچه همه مغازه هست میتونید گرفته خیلی استفاده برید بسم الله خیلی چقدر که خواهید چینی خودتون یعنی کم کم یک ده مثلا شوله شوربا یعنی مستوابه کمتر بسیارتر من پکیج میکنم خیلی نیمتشه پکیج بسیارتر گده نیمچی ساده نیمچی گشته مانیده نگانچی نمیکند خیلی برای آسانتر آمدنی کارما میتونیم همین طور کنیم همیشه میتونم من پکیج میکنم من 10 تا پکیج شد من نگاه کنید من یعنی اینه 2 بار خوراک ندادم خوراک سیرپ میاندازم برای اینکه آیلی ما مایده همه خیلی آیلی خودش میدونه که چقدر مصرف کند برای همین من 10 تا پکیج گرفتم یعنی 20 تا خوراک به انشالله ماه رمضان به میرسد برای اینکه خیلی مبینش به سمبوسم کنیم میکنیم کنیم انا مینه من ماه رمضان به انشالله استفاده برم اکنون خمیر مشاریم برای سمبوسه ورقین به ما چی لازم 300 میلی لیتر آب یک قاشق نمک و 600 گرم آرد لازم است در اول آب و نمک را آب کرده بعد خمیری سخت تکر میشوریم بسم الله الرحمن الرحیم کارو ما با فیض و برکه و بروتی من دراج گانچه امرا نمیکنم برای اینکه ما اینه زمرازید میکنیم بسم خمیری ما هم سخت تکک تیار شد ما اینه به زوال ها تقسیم میکنیم یعنی خواهید دوتا 3 تا من باشم به 3 قسمی برابر تقسیم میکنم 3 قسمی برابر به تقسیم کردم زوالی برابر گرفته من کمتر دم میتیم کمتر ملایم شد بعد تنوک میکنیم من 3 زوال هم شروع تنوک میکنیم سیت زوالیم خیلی تلو میکنیم من همین گونه مسئله استفاده برم داخلش به کنید روغنی گاو خطی رستنی همراه کنید با یکان نمود دیگه مسئله استفاده بریدم میشد شرط نه این همین بایم باشد یکی مسئله 82% جیرنستش بلند شروع هم جوشه روغن میکنیم من لکه دویم قبطش روغن کرسیم من تا هم جوشه شروع روغن میکنیم لکه همه ما میدونیم که سمبوسه خیلی چخیه سیوم قبطی خمیرانه شروع کو میپیچونیم مثلی رولت باید کرد من گرداشم یک خیل منه درون بگیرید کرد همه جاش یک خیل میپیچونیم شروع خمیرمه پیچونده من همین نموشون ما اینکو تقسیم میکنیم ما چه خیل خواهید تقسیم میکنید کلانتر خواهید کلانتر مایده تر خواهید مایده بسم الله ریزه کرم نگاه کنید ورقه چه خیل اومد من همین تر همش
ما کوین заморозит میکنیم، یعنی морозильник میمونیم. وقتی من رمضان با انشالله خیلی بسیار سمبوسه نمیکنیم، 4 تا 5 تا خیلی آیلتامو نگاه کنه، برای می آیلامو کم بودم، من خیلی کم تر کردم. اکنون خمیر پیتزا تیار میکنیم. اینجا گرفتم 300 میلیلیتر، یعنی سمیتانا شیر چیکی باشد، یعنی وایران شده باشدم یکان چی نمیکند. همین میگیریم 350 میلیلیتر، یعنی من گرفتم اینجا به سمیتانا ما شیر ما وایران شده باشدم کم کم همیشه من همراه کنم 350 میلیلیتر. یا میتونید چه بگم کفیر خودش گرید یا که سمیتانا گرفته آب همراه کنید، یکان چی نمیکند. من اینجا به 500 گرم آرد، یک قاشقچه نمک، کمتر سودا یعنی نیم قاشقچه سودا و 5-6 قاشق روغنی رستنی. این محصولات برای تیار کردن خمیر پیتزا لازم است، یعنی خمیر پیتزا ما заморозит میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کاری مبارک فیض و برکت و برکت. من در اول گرفتم سمیتانا، من نمک، سودا هم همراه کنیم. سودا بسیار هم نکنید که خیلی مزه پیتزا خمیرش نقص نمیشد. نه روانی رسمی جاش و مسئله هم استفاده برید میشد. نه همه مسئله شروع آب میکنیم. شروع آب کرده ما خمیری سخت تکک تیار میکنیم. خمیری ما روغنداری شروع تیار شد. ما اینو به زباله ها تقسیم میکنیم. من به زباله ها تقسیم میکنه. چه خواهید پیتزا کلانتر خواهید کلانتر، یعنی مایده‌تر خواهید مایده‌تر با خواهش خود، یعنی ما холодильник там با морозильник там با نگاه کنه جاش با. برای همین من به زباله ها تقسیم کردم. همیشه خیلی ترازوچه میکنم، یعنی همیشه ترازوچه کرده یک خیل میکنم. من همیشه 170 گرمی من زبالوچه میگیرم. من 4 تا زبالوچه گرفتم، یعنی 5 تا شد. یک تاش من پیتزا کاتر کنم برای ادیت. من اینو تونوگ میکنم. خمیرامو شروع تونوگ میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. چند دفعه میکشویم تونوگ میکنیم. ما اینا ویلکا زده با مدتی 5-6 دقیقه دخابکنده پخته میگیریم، یعنی خمیرامو باید شخ شود. برای заморозит کردن خمیر پیتزا ما باید اینمی تفتر کنیم، یعنی کشوده ما با مدتی 5-6 دقیقه تفتامو مانده میگیریم که خمیرا شخ شود. شرط نیه که شما اینا مثلا مایده کنید، میتونید کلان کلان تیار کنید. دوتا خمیرامو یک دقیقه کلان کلان پیتزا تیار کنید. خیلی من خواستم مایده تر تیار کنم. من خمیره پیتزا من گرفتم، نگاه کنید منم خیلی کمتر سرخ بیاد، یعنی شخ شد. انا می خنک شود ما اینو پکیت کردم mорозильник میمانیم تا 6 ماه یگانچی نمیشد. خیلی اگر mорозильникتان کلام شد میتونید بسیار تر تیار کنید. اصلی mорозильник من 2 تا یاشق داشتنش، برای همین من کم کم یعنی заготовка کرده نشان دادم. من 4 تا یعنی پکیت کردم نگاه داره. من همه خمیر اینه پیتزا کردم. نگاه کنید خمیره چقدر شروع پخت پیتزا همویا من پشتاش. راستگاه فرزندان می سسیسکه میگذن میمامن، برای همین برای اصراف نشدن من فقط سسیسکه و نمولیش سسیسکه استفاده بردم، سسیسکه کورینی. یعنی من همین پیتزا تیار میشه. یعنی شما کوی نمیتونید mорозильник گیرید، من سس مالده من چیزای لازمتونه بالاش رو مانده پخته میگیرید. همین بود خمیره پیتزا ما. من همین بود امروزه заготовкаи ما، یعنی نخود تیار کردیم. من укроп من چقدر شروع استفاده است. укроп استفاده برید درب گشته холодильник بمانید، بیروننده استاد آب شود کرد یک دیگرش میچسبد. همین استفاده بردید گشته холодильник یعنی mорозильник بمانید. من از پیتزا ما سلافان میکنیم. من جلتی سمبوسه ملکه تیار کرده ماندیم. ان شاء الله یک دیگه ویدیو میشه درباره خیلی گوشت کی، یعنی قیمکی ما هر چی تیار میکنیم برای رمضان، یعنی توش بیره یکان نمود خیلی گوشتی، یعنی قیمه چای گوشتی برای مستوه ها تیار میکنیم انشالله. با خیلی در تگی کامنتر نویسید که من با چه ها تیار کنم. آمدی ماهی مبارکی رمضان یک بار دیگه به همه مردمی تاجیکستان مبارک باشد. من انشالله ماهی مبارکی رمضان با خورسندی میگذرانیم انشالله. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.